تقابل پرسپولیس تهران استقلال خوزستان که از این لحظه بازی آغاز میشه. پرسپولیس میزبان در سمت راست با لباس‌های یک دست سرخ رنگ با تغییراتی که در هدایت سرخپوشان ایجاد شده و بازگشت مجدد اسمار. ببینیم تغییر روند رو در بازی پرسپولیس شاهد خواهیم بود یا خیر، هرچند که وحید هاشمیان هم تا اونجایی که تونست تلاش کرد. ببینیم چجوری ضربه رو میزنن به شکل مستقیم. خط دفاعی پرسپولیس استقلال خوزستان رو نباید دست کم بگیرن. تیم با انگیزه عرض کردم. اورونوف رو پاس عمری وارد محمد جریمه میشه. اورونوف تکنیک بالایی داره، نمایشی پاس میده، میفرسته اون سم. باکیچ شوت میزنه، چقدر قشنگ میزنه. عالی بود حرکت پرسپولیسیا. اورونوف یه لایی میزنه، میاره تو عرض. بیفوما میکاره برای علیپور. علیپور توپو گم میکنه اما پشت سرش سروش رفیعی هست. حالا عمری یه پاس، بیفوما خطر روی دروازه استقلال خوزستان. توی دروازه سروش رفیعی. عالی بود کار تیمی پرسپولیسیا. یه لحظه آشفته، یه خط دفاعی و گل تقریبا باید بگیم زود هنگام 15مین دقیقه. پرسپولیس خودشو پیدا میکنه با این گل. بازی دنبال میشه. علیپور یه مقدار ضریب پاسای اشتباه به نظرم بالاه. 1 و 2 موفق. اورونوف پوشش داره خط دفاع استقلال خوزستان. باکیچ کنترل میکنه، باز میخواد یه گل قشنگ بزنه. ضربه عالیه عمری، این بار مغلوب نمیشه. محمد جواد کیا از بازیکنای با اخلاق و رگ و ریشه دار واقعا باید به نیکی یاد شه. یکیشون همین محمد خداوندلوه. یه پاس پشت دفاع عمری، چرا این گونه ضربه زد؟ شانس با استقلال خوزستان یار بود. چه پاس تو دری داد. علیپور یه پا رو ستون میکنه، توپو بر میداره، فرار میکنه. بیفوما رو دستش هست. حالا برای بیفوما آفساید هست یا نه؟ موقعیت برای بیفوما، زاویه رو تنگ میکنه، پاس به عقب، مشابه گلی که زدن. مگه میشه در این فاصله با توجه به حضور بازیکن تکنیکی مثل اورونوف باور کرد که این توپ بیرون رفت؟ اونجایی که امکانش هست بشید با تلاش کرد که وضعیت چمن این ورزشگاه رو در شرایط مطلوب قرار داد. اورونوف چیکار کرد؟ اومد جبران بکنه، عمری میزنه، برمیگرده تا علیپور بزنه و توپ اینجوری به بیرون بره. نیمه دوم بهتر بازی کرده اورونوف. سروش رفیعی به غیر از پیام نیازمند هر 10 بازیکن پرسپولیس تو زمین استقلال خوزستان هستن. علیپور میچرخه، دوباره واکنش محمد جواد کیا. تعلل احمدی یه فضای عالی اون سمت، چه پاسی داد سلک. دیگه از این موقعیت بهتر نمیتونه ایجاد شه برای اورونوف. نه، امشب شب گلزنی اورونوف نیست. علیپور توپو خوب برداشت و فرار کرد محمدی. ببینیم اون چه تصمیم میگیره. حالا این سمت اورونوف رو پای راست، توپش بیرون رفت. این بار هم ناکام میمونه در گلزنی. اشتباه بازیکن استقلال خوزستان. اورونوف در تکاپو که بالاخره یه گل بزنه. حالا سر میخوره برای بیفوما، تک به تک میکنه. چقدر مکس و تعلل دارن بازیکنای پرسپولیس. دیگه چیکار میخواد بکنه اونجا اورونوف وقتی هم که تو از همه میگذره رو خط دفاع، برمیگردونه. پرچم بالا رفت. آفساید قبلش بیفوما بود. ولی چه صحنه عجیبی بود در محوطه جریمه استقلال خوزستان. پرسپولیس هم تعویضی انجام نداده. اورونوف محمدی استارت زده برای سروش رفیعی. دوباره برمیگرده خود سروش رفیعی، پنالتی میگیره. چقدر قشنگ این کارو انجام داد. فکر میکنم حالا بهش صحنه رو مورد بازبینی هم قرار داد. همه منتظر این ضربه برتری با کدام خواهد بود. میزنه و علی‌رغم اینکه به سمت توپ رفت موفق محمد حسین کنانی زادگان نتیجه رو 2-0 میکنه. تا حد زیادی خیال هوادارهای پرسپولیس راحت بشه از این نتیجه.
آفساید هست یا نه؟ عمری اونجا فرصت برای علی پور، چه دروازه‌بانی کردین محمد جواد کیا. 3-4 دقیقه هم فرصت بازی به او برسه. خداوندلو، علی پور تک به تک و گل سوم. آفساید هم دیگه اعلام نمیشه تا برد 3-0 پرسپولیس. خوشحالی اونها رو در شبی که مقابل استقلال خوزستان در هفته دهم قرار گرفتن کامل بکنه. امیدوار هستم که در مجموع تماشای این مسابقه لذت برده باشید و با این امید که به این تیم‌های جوان و شایسته توجه بیشتری بشه و شاهد لیگ بهتر، پرشوتر و موفقیت انشالله تیم ملی فوتبال کشورمون باشیم.